حالا میخوایم در این ویدیو بریم برای در واقع انتخاب پکیج سرمایه گذاری و اصطلاحاً اینوستمون رو انجام بدیم. اگر همون منوی پایین به علاوه رو شما بزنید، گزینه اینوست رو بزنید، تمام پکیج هایی که میتونید انتخاب بکنید از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح رو اینجا بهتون نشون میده. مرکوری، ارث، همینجور که ملاحظه میفرمایید شرایط و بازگشت سود سرمایه و حد اکثرها هست. پلن مارس به همین ترتیب میتونید ببینید جزئیاتش رو و به هر حال بسته به اون عددی رو که قرار هستش شما انتخاب بکنید و پکیجتون رو، اینجا همش اطلاعاتش در اختیارتون هست. حالا ما توی مثال خودمون چون $100 هستش میریم روی همون پکیج حداقلی مرکوری، گزینه اینوست رو که بزنیم، منوی بعدی که باز میشه شما در امان روبروی امان میتونید مبلغ رو بزنید. دقت کنید دیگه نیازی نیست که شما $10 رو اینجا هم ذکر بکنید، میتونید همون عدد $100 رو بزنید. اون $10 مربوط به اون هزینه هایی بود که در خود خدمات داشبورد بود و بهینه سازی داشبورد. اینجا موقعی که میخوایم پکیج رو انتخاب بکنیم کافیه همون $100 رو بزنید و دیگه از اون $10 صرف نظر میکنید. به محض اینکه بزنید اون محاسباتش پایین برای شما خواهد آورد که به چه شکل از نام پلنی که انتخاب کردید، میزان سرمایه‌ای که اونجا قرار داده شده و بازگشت سودی که اونجا قرار خواهد داشت. کانتینیو رو که بزنید بعد چند دقیقه همونجوری که می‌بینید این پیام موفق بودن انتخاب پکیج برای شما میاد و فقط کافیه که بیاید داخل خود داشبوردتون ببینید که اون مبلغی که در مین ولت بود عملاً دیگه صرف همین خریداری پکیج شد. و اگر بخواید اون تراکنش رو ببینید کافی از منوی سمت راست بالا ترانزکشن رو انتخاب بکنید. می‌بینید که آخرین ترانزکشنش حالت کانفیرم هم داره و انتخاب همون پلن سرمایه گذاری بود و دیتیل رو هم اگه بزنید جزئیات ریزش رو هم میتونید اونجا داشته باشید که انتخاب پکیج و سرمایه گذاریتون و پلنی که انتخاب کردید به چه شکل هست و از اون به بعد دیگه میتونه در واقع اون کانتر شما اکتیو بشه و برای شما ایجاد در واقع پرافیت بکنه که پیامش هم در واقع اون مینی اپ رو که نصب کردید داخل اونجا برای شما خواهد اومد. امیدوارم که مفید واقع بشه این ویدیو.